گم کنی بجنبان خیلی جان در سحنا با متاقت بیا با ما هوا متاقت عشق موسیقی در خون دیلکی ما گم چک بزنین در بازیم کمی شرمیم کمی نازیم بوسه گیری از لبام پروازیم. درود، حالتون چطور؟ امیدوارم که عالی باشید. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردید. پریسا هستم در کانال پریفان میوزیک. خیلی خوش برگشتید. بندم که سینا هستم و رسیدیم خدمتتون با گنجینه بانو. قراره چه جالبی داره. اسم آهنگشو بخون. عشق موسیقی. قراره بریم این آهنگ و ویدیو کلیپ رو که برای ما فرستادید ببینیم، دور هم دیگه لذت ببریم، گپ بزنیم، برقصیم، هر چی که باشه یه حسی دور هم دیگه به اشتراک بذاریم. بسه. بدون معطلی میریم و شروع می‌کنیم. خیلی ممنون میشم که لایک ویدیو رو هم یه دقیقه بعد بچه‌ها لایک رو بزنید و کامنت هاتون هم تک تک هم ریاکشن میشه، هم احساساتتون رو که به ما نشون میدید، نظر لطفتون. بروید. سپاس. بریم ببینیم عشق موسیقی چیست. سپاس بچه‌ها، صدادار بودم. سپاس. جدیدم هست 2025. بیو بجمون عشق موسیقی در خون دیلکی ما گم کنی بجنبان خیلی جان در سحنا با متاقت بیا با ما بجمون غم دنیا را بمان شکن تو قلفی ارمانم جان نگو پروا نداری خپک بالایی من است تو از مای من مست تویم گشتم مدهوش غم فراموش اثر بگانه شدی آغوش عشق موسیقی در خون دیلکی ما گم کنی بجنبان خیلی جان در سحنا با متاقت عشق موسیقی در خون دیلکی ما گم کنی بجنبان خیلی جان در سحنا با متاقت تو روزیم توی راویم. خیلی خوب میخونه. هیپ هاپ دیگه، هم رپ هم پاپ میکس. استایلایی داره. آفرین. یه تنه داره جور ویدیو رو میکشه و ویدیوش واقعا قشنگ و جذابه. گنجینه یه برای خودش. صداش هم قشنگه. یعنی صداش حالا با هر تنظیمی که خیلی قشنگه. آره. یه خواننده اینجوری هم ایران داره که خیلی کارش گرفت توی 4-5 سال اخیر. نه اونقدر با لول نیست. چی اسمش دختره؟ دنیا دادرسان. اون همین سبکو میخونه. یعنی این سبکه یه سبک هیپ هاپیه که فکر کنم محبوبه بین نوجوان و جوونا. به دل من نمیشینه. آره ولی خب خیلی مطرح شد. ولی خب خیلی توی مراسم‌ها و عروسی‌ها و اینا خیلی از آهنگاش استفاده میشه. همین سبک دیگه جوون پسنده. بریم گنجینه جون رو بشنویم. اینجاش خیلی خوبه. تو روزیم توی راویم همه چک بزنین در بازیم کمی شرمیم کمی نازیم بوسه گیری از لبام پروازیم زبانی تو شیرین چکنده گبکت بر دیلم پیسنده ساعته با تو چی قشنگه نگو بجای دیلی تو سنگه. ببین شعر لوسی حساب میشه، یعنی شعر مثلا متین و آره ولی قشنگه، یعنی ترکیب بندی کلماتش قشنگه. دقت کن اینجا رو، بیتا رو. گبکت بر دیلم پیسنده ساعته با تو چی قشنگه نگو بجای دیلی تو سنگه. عشق موسیقی در خون دیلکی ما گم کنی بجنبان خیلی جان در سحنا با متاقت عشق موسیقی در خون دیلکی ما گم کنی بجنبان خیلی جان در سحنا با متاقت کجای آشنا انتظارم بیا در روبرویت میگویم دوست میدارم تو رو. چه خوب رفت این حرکت رو که من هیچ وقت نمیتونم انجام بدم. اینجوری میشه. خیلی به موقع خوب بود. قلبش کج میشه همیشه. در روبرویت میگویم دوست میدارم تو رو کجای آشنا انتظارم بیا خیلی خوب بلد. روبرویت میگویم دوست میدارم تو رو. عشق حالا موسیقی در خون دیلکی ما گم کنی بجنبان خیلی جان در سحنا با متاقت عشق موسیقی در خون دیلکی ما گم کنی بجنبان خیلی جان در سحنا با متاقت نه
خیلی خوبه، خیلی قشنگه. عجب کاری دیدیم. عجب کاری دیدیم. اصلا تا حالا نشینده بودیم همچی سبک و همچی آهنگایی رو. آره جالبه که به موسیقی مدرن این شکلی هم رو آوردن و خوب هم اجرا شد. ببینم چه چیزایی دارن. خیلی چیزا. پیجشون. یکم بریم فضولی کنیم. کامنت‌ها رو می‌خوای بخونی؟ نه کامنت‌ها رو که نمیتونم بخونم. چرا دیگه ترنسلیت پرشنشون می‌کنیم. می‌خوام ببینم تنبلی رو فراموش کن. تاجیکستان به پیش. نه این چیزه، یعنی بخواسته حالت موتیویت بده بهش و انگیزشی باشه. به همه انرژی میدید بچه‌ها، عاشقتونم. قشنگ 208 تا ویدیو. چقدر آهنگ در چنل ایشون حضور داره. کجا بودی؟ نزدیک به 100,000 سابسکرایبر. آهنگای از این چیزای باحال اینم بعد ریاکشن کنیم. اینا این مدلیا منم خیلی دوست دارم. یا اینا پوشش‌های محلی میپوشن. بعد داستان و سناریوهای محلی داره. با ماپا چی؟ اصلا نمیتونم بخونم. ماپا شاید اسم آهنگ است. بعد بریم بشنویم و اینم آهنگ جدیدشون بوده که 3 ماه پیش دادن. عشق موسیقی، یه کار خیلی مدرن، شیک، تر و تمیز، متفاوت و زیباک. ما که لذت بردیم. امیدوارم که شما هم حسابی گنجینه جان رو، گنجین بانو جان رو حمایت کنید و لذت ببرید. امیدوارم با ما همراه بوده باشید و به زودی برمیگردیم خدمتتون. قربون شکل ماهتون، ماچ به کلهاتون تا این موزیک دیگه. خدا نگهدار.